من همیشه ناخونام خودم درست میکنم، چون به نظرم این کار هم خیلی تمیزتره، هم $100 حدوداً ماهی سیو میشه. برای این کار من کلاس نرفتم و همش از یوتیوب یاد گرفتم. برای شروع دیهایدریتور و پرایمر رو روی ناخونها میزنیم. توی این مرحله نیازی نیستش که ناخونها رو زیر یووی بذاریم. روی تمام ناخونها با دقت اپلای میکنیم. حالا نوبت بیس ژل هست. بیس ژل رو خیلی نازک روی ناخونا میزنیم. اصلا لازم نیستش که لایه ضخیم باشه. این باعث میشه که دوام لاکمون خیلی بیشتر بشه. من هر یه دستمو که بیس ژل میزنم بین 60 تا 90 ثانیه میذارم توی یووی و بعد دست بعدی. حالا نوبت لاکمون هستش. تو این مرحله اول لاک زدن هستش. لایه اول لاک اصلا لازم نیستش که خیلی با دقت باشه، لازم نیستش که ضخیم باشه، خیلی نازک بزنین لایه اول رو. لایه اول هر دستو که میزنیم اینم دوباره 60 تا 90 ثانیه میذاریم زیر یووی. حالا نوبت لایه دوم هستش. لایه دوم لاک خیلی دیگه مهمه، چون دیگه لوک نهاییه. من از یه چوبک کوچولو برای غلطگیری کنار ناخونام حتما استفاده میکنم. من توی این ویدیو خودم دارم دست خودم رو لاک میزنم و با چند مدل مختلف دارم نشون میدم که میتونیم ناخونامون رو لاک بزنیم. شما باید امتحان کنین ببینین که با کدوم مدل راحت ترین. مثلا من خودم با این مدل خیلی راحت ترم، مسلط ترم و خیلی راحت تر میتونم لاک رو بزنم. از این چوبک کوچیکم برای غلطگیری حتما استفاده کنین، خیلی به دردتون میخوره، به خاطر اینکه حتما ما چون آماتوریم و به هر حال کارمون این نیستش کناره های ناخونمون رو ممکنه که لاکی کنیم. یه مدل دیگه از لاک زدنم این مدلیه که دارم توی این ویدیو نشون میدم. یه مقداری میتونیم ضربه‌ای بزنیم قسمت بالای ناخون رو و بعد با فرچه پخش کنیم لاک رو روی کل ناخون. برای لاک‌های قرمز این کار خیلی خوب جواب میده، چون اول اون بالاها رو کامل لاک میزنیم و بعد میتونیم پخشش کنیم روی کل ناخون. اینم نتیجه کار. و حتما میدونین دیگه بعد از هر دست میذارم توی یووی. لاک ژلی که من انتخاب کردم این رنگ دیپ چری هستش. خب یکم رنگ سختیه برای اول کار، به خاطر اینکه کلا قرمز خیلی کار سختیه. من این تریک رو هم با این چوبکم برای تمیزکاری دور ناخون انجام میدم. مرحله آخرم که تاپ ژل هستش. تاپ ژل من از این تاپ ژل خیلی غلیظاست. من خیلی با این راحتم، به خاطر اینکه خیلی راحت میتونم برای آخر کار بزنم روی ناخون و اصلا نگران نباشم که ناخونامو خراب میکنه. از جنسش خیلی راضیم و فکر میکنم که برای من استفادهش خیلی راحت تره از تاپ ژلای رقیق هستش. اینم از مرحله آخر کار. دوباره میذاریم زیر یووی و در آخر من حتما دور ناخونام رو به خاطر اینکه مانیکور کردم روغن میزنم، برای اینکه هم خوشگل‌تر میشه و هم تقویت میکنه دور ناخونامو. یه مقداری ماساژ میدم و به نظرم خیلی قشنگ میشه. شما هم امتحان کنین و نتیجهشو به من بگین. من رنگای دیگر رو هم که میزنم حتما ویدیوشو میگیرم و میذارم. راستی حواستون باشه که مانیکور خیلی خوبی هم باید قبلش انجام بدین که جلوه لاک ژلتون رو چند برابر کنه. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما با دوستاتون شیر کنین و برای ویدیوهای بیشترم میتونین سابسکرایب کنین.
در آخرم میخوام بگم که این لاک برای من بین 2 تا 3 هفته حداقل روی دستم میمونه و بستگی به جنس لاکی که میزنم